قربان کنید مردم مسکو حالا سلامت رسیدیم به ناسوس سیبیر بدایدن هستم دیدی بار جوان هم میوان این بیمار شفای کامل دعا باشیم شما لازم میخونیم خداوند شفای کامل عزیز عطا نکنه الهی دور دعا باشیم در نوسیبیرس برفه مسکو داد تشلوکی میگردیم خدمت خداوند چگونه که بخواهم برف بچه ها الله اکبر شما مگین در جا وقت نکنیم استفچه زیمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوستان و برداران عزیز الحمدلله که اینی حال ما در شهر نوسیبیرس قرار داریم باذن الله تعالی که یک برادر که بیماره همون انشاءالله که میخونیم از همتون خواهیش یعنی دعا کنین که خداوند این برادر که بیماره الله اینها شفای کامل عاجل از خزانه غیبش عطا بفرماید. اگر انشاءالله که هر یک ما و شما برای هر یک برادر دعا کنیم ملائکه ها میگن به طور هم نیست، یعنی ملائکه ها در حق ما هم نیست دعا میکنن. اگر که هر یک برادر در حق یک برادر دیگر دعا کنه ملائکه ها در حق ما و شما دعا میکنه، یعنی از فهمیده میشه که دعای ملائکه از الله سبحانه و تعالی مستجاب است. و اون خاطر دعا این خودش یک عبادت است. الدعاء هو العباده، دعا این خودش یک عبادت است. بدیم که دعا هو مخ العباده، دعا مغز عبادت است. و اون خاطر برادران عزیز از همتون خواهیش به خاطر الله دعا کنید که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید. وقتی که یکون انسان به یکون بیماری مبتلا می شود بعد میفهمه که چیست رنج عذاب و مشقت این بیماری روحی. خدا نکنه که از اون روزی که یکون کس ما و شما را سحر و جادو بکنه. از همه کسلی پسترین همین سحر و جادو انسان کار میکنه که از پدر و مادر یعنی جدا میکنه، از زن فرزند جدا میکنه، از ذکر یاد عبادت الله سبحانه و تعالی دور میکنه. روزی از روزها نعوذ بالله همون طریق میکنه انسان که به شرک میاره که نعوذ بالله میگه که خدا وجود نداره، عیاذا بالله خدا نکنه از اون روزی که نعوذ بالله انسان این گپ گفت با کار میکنه که انسان به قتل برسانه، یعنی به خودکشی دست به خودکشی بزنه. و اون خودی دوستان عزیز از همتون خواهش که دعا کنید که خدا یکون کسی به این بیماری ها مبتلا نکنه. و کسی که به همین بیماری مبتلا همین خیلی بیماری داره که بعضی وقت سرش در میکنه، بعضی وقت دیلش، بعضی وقت پشتش، بعضی وقت پاهاش همین کسلی دور میزنه، از همتون خواهش حرکت کنین دعاها را بخونین. یعنی سوره فاتحه را 7 مرتبه بخونین، آیت الکرسی را 7 مرتبه بخونین، آخری سوره بقره 2 آیت شه آمن الرسول قتل لا یکلف الله اینها را بخونین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا ای را بخونین 7 مرتبه حد اقل بخونین. و سوره قل هو الله احد را بخونین و قل 7 مرتبه قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبه قل اعوذ برب الناس. ان شاء الله اینها را همشه بخونین و در یک آو شوف کنین، همون آو ان شاء الله بخورین باذن الله تعالی. خداوند هر یکی ما و شما را شفای کامل عاجل عطا می‌فرماید. و اون خاطر دوستان عزیز دعا کنید خداوند این برادرانی که بیمارن اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. واقعا در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.